همیشه در طول تاریخ افغانستان بالخصوص پروان کاپیسا و بالخصوص کاپیسا همیشه مبارزه کرد، شجاعت نشان داد، یک کمال خودگذری از خود نشان داد. هر آن چیزی که دین مبین اسلام گفته بود به اون پیروی کرد. در هر حکومت مرکزی با آمدن یک نظام سیاسی و آزادی و اراده مردم از برکت مبارزین کاپیسا بود. اما بدبختانه آن زمانی که یک نظام مرکزی به وجود آمد، مردم کاپیسا هیچ نقش نداشت. مبارزه کردن، دانشمند دارند، بهترین علمای جید دارند، بهترین جوانان شجاع دارند. همونطور که در گذشته قلب برافراشته